دفن الى جانب رجل کان یشرب الخمر فی الدنیا. پدر گفت وقتی که تو مرا در لحد گذاشتی، در همسایگی من یک مرد خواب بود که در دنیا عرق نوش بود. فزفر جهنم لقدوم زفرة لم یبقى منه طفل الا شاب رأسه من شدت زفرتها. پدر گفت وقتی که این ناپاک این شرابخور را گفت در پهلوی من آوردن گذاشتن، با مجرد در قبر ماندن دوزخ چنان یک حمله سختی بر بالای قبر این کرد که کل کودکی که در این قبرستان خواب بود همه اینها مویسرشان سفید شد. از پشت یک آدمی که در دنیا عرق نوش گذاشته است یک قبرستان چکار کرد؟ در عذاب این ناپاک گرفتار شده. در دنیا جمعیت هم بیزار است از اینا، در آخرت خداوند و پیغمبر هم از اینا بیزار است.